امروز اومدیم یه بنایی با 150 سال قدمت مال دوره قاجار صدر سلطنه قزوین. آقا از قوانین اینجا سیگار کشیدن ممنوع، ورود حیوانات خانگی ممنوع. اینجایی که ما الان هستیم حیات پشتی کاروانسرا. اینا این حجره ها همشون حجره هایی بودن که کاروانیانی که می اومدن شب و اینجا استراحت میکردن. با ما هم حیات این ور کلن حجره به حجره است. حجره ها همه در ابعاد 5 متر و دور تا دور حیات شما مشاهده بفرمایید حجره های هستن که برای اسکان کاروانیان هم و وسط برای شب نشینی کاروانیان و برای تعریف داستان ها جمع شدن پیشن. بریم بخش دیگر. خب همونجور که گفتیم این بنا بالای 130 سال قدمت داره و یکی از مکان‌های پیشرفت تاریخی و هیجان انگیز استان قزوین. این حیاتی که ما الان مشاهده کردیم دالان یا حیات پشتی اینجا و همینجور که در پشت تصویر من مشاهده می‌کنیم وارد حیات اصلی میشیم. حیات اصلی زمان‌ها بزرگتر و وسیع‌تر از دالان‌های جدا هست و قسمتی بوده که اتاق‌های بزرگتر، میدان بزرگتر و به اصطلاح افراد سرشناس بزرگتری اینجا از اون شهریت می‌کنه. اینجا قدیم کاروانسرا بود. حالا الان چه نقشی داره؟ مرکزی گردشگری، تجاری و تفریحی درجه 1 قزوین شده با حجره‌های صنایع دستی و بی‌نظیرش. دالان سوم، دالانی که سقفش پوشیده است برای محافظت از بارون، محافظت از این مکان داره. حتی هنوز پس از گذشت 130-140 سال از قدمت بسیاری از معماران ایرانی جهانی درگیر شده که چطور این زمان که همچین بنای گسترده‌ای بود. دیگه بالایی برو جلو واقعا بی‌نظیره. حتما وزارت نخست به اینجا بیان می‌بند رو میدن اینجا. هم باده بریم با هم دیگه دیوار نگاری شاهنامه رو
مسیرش رو میگیره.